بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أزواجه وأصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. اما بعد، شنوندگان گرامی، ما آغاز میکنیم یک شروع میکنیم بچی با شرح دادن نامهای پروردگار بزرگمان الله عز وجل. یکمین نامی که ما شروع میکنیم و آغاز میکنیم به شرح دادن او، این نام الله. الله چی معنا دارد؟ الله از کدام از چی اشتقاق شده است؟ اشتقاق به معنای که از کدام کلمه گرفته شده است؟ کلمه الله. برای همین خاکو کلمه‌ای که لفظ میگیم که لفظ جلاله، لفظ جلاله این اصلا یگان دلیل نیست که ما امی کلمه الله خچه کلمه الله لفظ جلاله بگیم، برای که یگان حدیث ثابت شده نیست که لفظ جلاله بگیم الله، یگان حدیث نیست. برای همین یکم چیزی که ما با او شروع میکنیم این نام الله است. در نام الله اختلاف کردگان، حتی علما اختلاف کردگان که آیا نام الله مشتق است یا که جامد است. بعد قول اختلاف علما در همین است که علما اختلاف کردگان آیا نام الله عز و جل مشتق است، مشتق یعنی که از دیگر چین از دیگر کلمه گرفته شده است، یا که جامد است، یا که اشتقاق یعنی که از یک کلمه گرفته شده است یا که نیست. بعضی میگن علما میگن که اشتقاق یعنی که جامد است، اشتقاق کردگی نیست. درسترین قول همین است که کلمه الله کلمه است مشتق از دیگر کلمه گرفته شده است. برای همین یکم چیزی که ما میگیم اورا این چی است؟ این کلمه الله میگن مشتق است. بیشتر اهل علم، فقط امام سهیلی و استادش ابن العربی میگن که این جامد است، مشتق کردگی نیست. نه که بیشتر اهل علم دیگر قریب همش میگن که چی اشتقاق کردگی است. از کلمه چی میگن؟ مشتق من الالوهیه. از کلمه چی؟ از میگه که هو مشتق من الالوهیه والالهیه. از کلمه الوهیت یا که الهیت که معناش چیست؟ الوهیت و الهیت معناش عبودیه، ای کلمه معناش پرستش، عبودیه. خیلی که میگه عرب میگوید تقول العرب که الله شیء، الله شیء یعنی یک چیز عبادت کردن، ای الله به معنای عبادت ای پرستش کردن اون، ای عبده و ذل له، عبده ای عبادت کردن و پرستش کردن اون، یا که ذل له. ذل معنای چیست؟ معنای سرخمی، پستشوی برای خداوند مثلا. فاصل کلمه الله، میگه اصل کلمه الله چطوره که امام کسائی میگوید و فرا میگوین که فرا اصل کلمه است از کلمه اله، الاله. از کلمه چی؟ از کلمه الاله گرفته شده است. میگه و حذفوا، ابو حیثم میگه و حذفوا الحمزه و ادخلوا الالف واللام، میگه همون حمزه را حذف کردن و داخل کردن الف و لام، الف و لام، ثم ادغمت اللام في الاخرى. این لام دیگر در این لام ادغام کردن که در آوردن در درونش چی شد؟ کلمه الله شد. کلمه الله چه خیلی که ما میگیم در برابر این کلمه چی است؟ الاناس. الاناس برای این حمزه را حذف کردن چه کلمه شد؟ الناس. ناس ما میگیم کو من الجنه والناس، الناس شد. اصلا کلمه الناس و الاناس بود، حمزه را کل کردیم ناس شد. هم خیلی دیگه الاله کی بود، حمزه را کل کردیم و اللام در بالای الف و لام در بالای اللام در بالای لام دیگه ادغام کردیم شد چی؟ الله. یعنی کلمه الله، کلمه الله شد. خلاصه اله ای کلمه چی؟ ای معبود. اله معنای چی دارد؟ معنای معبود دارد. چطوری که ابن عباس رضی الله عنه میفرماید در قرائتای ابن عباس میگه که و یذرک و الهتک و الهتک. در قرائت دیگر و یذرک و الهتک، الهتک ای عبادتک، ای ترکند، و یذرک و الهتک ای عبادت تر ترکند. به خدا میگه در همین جا الله عز و جل میفرماید که و هو الله فی السماوات و فی الارض. در سوره انعام سیمات میگه که و هو الله في السماوات ای الله ای معبود است. کلمه الله ای معبود است، ای کلمه اله گرفته شده است. اله معنای چی؟ عبادت دارد. ای هو الله في السماوات و في الارض، ای الله در آسمان زمین است. نه این معنا ندارد. نه که معنای الله در همین جای کلمه اله ای مألوه ای معبود، ای الله معبود است در آسمان ها و در زمین. و در دیگه آیت 84 آیت زخرف میگه که و هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. این و شرح میتد آیت دیگه هو الذی فی السماء اله، اون یکی اون ذاتی که در آسمان اله است، ای معبود است، ای عبادتش بینن ملائکه ها. و فی الارض اله، در زمین اله است، ای چی است؟ ای معبود است. در زمین هم آدمیزاد عبادتش میکنند. الله این چی است؟ این میگن علم علی الذات، ای مثل بگیم که پیشوا است بر ذات خداونده، بر ذات خداوند پیشوا ای علم است. علم چی معنا دارد؟ ای همه نام ها
همه نام‌ها و صفات‌های خداوند در چرا در گرد همین کلمه الله میبیانو به همین الله چی دارن پیوست میشوند به همین الله. این علم است در علم در میگه فهو دال على جميع الاسماء الحسنى والصفات العليا ولهذا يضيف الله. برای میگه چی در برگیرنده همه نام‌ها و صفات‌های خداوند است. کلمه الله در برگیرنده همه نام‌های زیبای خداوند و صفات‌های بلند خداوند است. همه را چی در بر میگیرد کلمه الله. خیلی که الله عز و جل میگه ولله الاسماء الحسنى. بین میگه ولله برای خدا نام‌های زیبا هستند. اعراف 180. قول دیگه الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى. الله میگه نیست معبود به حق شایسته عبادت مگر او و برای او چی است نام‌های زیبا. برای کی؟ برای الله. مثلا ما میگیم که الرحمن الرحیم القدیر العلیم، همه اینا نام‌های خدااند و نمیگیم که ولا یقال الله، نمیگیم که الله از نام‌های رحمان است، نه، یا که ما نمیگیم که الله از اسمای علیم است، نه، که میگیم که رحمان و علیم و قدیر و رحیم از چی است؟ من اسماء الله، از نام‌های الله است. از نام‌های کی است؟ از نام‌های الله. یعنی که همه نام‌ها و صفات‌ها اضافه میشن به کی؟ به الله، به کلمه الله. بعد سیگار اضافه کنم که مثلا ما میگیم که الرحمن الرحیم سمیع علیم الله. مثلا میگیم که الله سمیع، الله رحیم. نمیگیم که رحمان الله، رحیم الله، نه، میگیم که الله رحیم است، الله رحمان است. همه چی؟ همه نام‌ها با چی امون پیوست و به خدا به کلمه الله میرسند. برای که علم هست. علم یعنی پیشوای همه نام و صفات نام الله است. لفظ جلاله میگه بعضی خاصیت های، یکم خاصیت او میگه انه علم اختص بالله وحده. میگن علم است، پیشوای نام است که فقط به ذات خداوند، به ذات الله تعلق دارد، خاص به ذات الله است. یگان کس نامش گذاشتگی نیست الله، نه در حقیقت نه مجازن. یگان از همون پادشاهان و همون جبروت که فرعون داشت مثلا ایجا نگفته است که من الله هستم، رب گفته است، نه که الله نگفته است. و یگان کس جرأت نمیکرد همین نام بخش ماند، حتی کافران. دویم اسلامی یگان کس درست نمیشود تا نطق به همین کلمه نکند، به کلمه الله. مثلا اگر بگه که لا اله الا الرحمن، اگر بگه که نیست معبود به حق مگر رحمان، نه، اسلامش درست نمیشه در نزد جمهور علما. باید بگه که لا اله الا الله. سیم نمازی کسی برپا که درست نمیشود مگر به تلفظ همین کلمه ای الله. یک کس بگه که الرحمن اکبر، نه، نمازش درست نمیشود. برای چی؟ باید بگه که الله اکبر. خاصیت دیگر از این است که بعضی اهل علم میگن که همین نام الله این اسم بزرگترین خداست، اسم الله الاعظمش میگن. همون اسم الله الاعظمی که وقتی که دعا کرده شد اجابت میکند، پرسیده شد میدهد. بعضی اهل علم میگن که همین نامی بزرگ خداوند همین نام الله است، یعنی که همون اسم الله الاعظم میگن که وقتی که دعا کرده شد استجابت میشود. باز از خصوصیت هاش همین است که در وقتی ندا کردن الف و لام ساقط نمیشوند، حذف نمیشوند. مثلا میگه یا الله، در وقتی یا رحمان گفتن الف ساقط میشود. خلاصه همه بیشتری اذکار وابسته به همین نام است. مثلا میگه سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر. خلاصه همه نام‌ها همش به همین کلمه الله یا که به همین نام الله چی پیوست میشوند، همه نام‌ها. بعد از میوه ها یا که ثمره های فهمیدنی همین یعنی الله کی میگه چی میکند الله. وقتی که انسان الله کی میگه، انسان یک محبت را، یک در دل انسان محبت به خدا به الله پیدا میشود، محبت به الله پیدا میشود. ابن قیم میگه که رحمه الله فان الاله هو الذي له العباد حبا. میگه اله یعنی الله این نامی هست که یا که اون است که بنده ها عبادتش میکنن، هم یعنی خیلی عبادتش میکنن، به دوزداری عبادتش میکنن. به دوزداری یعنی که در دوزداری عبادت است، دوزداری خدا عبادت است، یعنی که دوستش می‌دارن. وقتی که همین نام ذکر می‌کنن دوستش می‌دارن. فإن الإله هو الذي له العباد حبا. اله میگه کیست؟ اونی که بنده ها او را دوست می‌دارن و برای او سرخم میشوند و از او بیم دارن، میترسن و از او چی؟ از او امیدوارن، او را بزرگ میشمارن.
برای او طاعت میکنند. همین معنای چه داره میگه؟ مألوه است، یعنی کی معبود است. برای که تو یک الله عبادت کنی، معبود تو عبادت کنی، برای او با چی باشد؟ برای دوستداری باشد، سرخمی باشد، بیم باشد، ترس باشد، بزرگ شماری باشد، با شکر شماری خداوند، طاعت برای او باشد، او میشود مألوه. هو الذی میگه تأله القلوب، اون است کی، ذاتی است کی دلها او را عبادت میکند، او را دوست می‌دارد، برای او سرخم و پست می شود. بعد ابن عباس از طبری روایت می‌کند، ابن عباس میگوید که هو الذی یألهه کل شیء و یعبده کل خلق. ابن عباس میگوید که اون ذات است که یألهه کل شیء، ای عبادتش میکند همه چیز، همه خلقش. و عن ضحاک عن ابن عباس، از ضحاک از ابن عباس روایت است که میگوید الله ذو الالوهیه والعبودیه، الله میگه صاحب الوهیت است، صاحب عبودیت است، علی خلقی اجمعین، یعنی که پرستش فقط برای کیست؟ برای الله هست. پرستش برای کی است؟ برای الله. اگر بگویند که امین الوهیت به چی دلالت میکند، چخش ما فهمید که امین عبادت است معناش، انا که اله معنای معبود دارد. در جواب میگویم که عرب هم خیلی در وقتش نطق میکرده است که امین کلمه اله این معنای معبود دارد، اله معنای معبود دارد. خلاص این بود برای زیاد نشود برای گوش کردن شما، این بود درباره کلمه الله عز و جل کمتر شرح دادیم که چه صفات ها دارد و چه خاصیت ها دارد و چه معنا دارد. این بود یکم نامی که نام الله عز و جل، و از داینه که خود ما را فراموش نکنید. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.